سلام، در این ویدیو قصد داریم شما رو با معروف ترین و پرجمعیت ترین شهر کانادا یعنی تورنتو آشنا کنیم. تورنتو در جنوب شرقی کشور کانادا و جنوب استان اونتاریو قرار گرفته و یک شهر چند فرهنگی و بین المللیه، اما اکثر ساکنان اون به زبان انگلیسی صحبت میکنن و بیشتر مردم شهر به زبان فرانسه هم تسلط دارن. شهر تورنتو قلب اقتصادی کشور کاناداست و اونقدر معروفه که خیلی ها در سایر کشورها به اشتباه فکر میکنن که این شهر پایتخت کاناداست. شاید براتون جالب باشه که بدونید ایرانی‌های تورنتو که تعدادشون کم هم نیست، بیشتر در محله‌های ریچموند هیل و بیلودیر ساکن هستند و مغازه‌ها و رستوران‌های ایرانی زیادی در این شهر فعالیت میکنن. CN تاور یا برج CN با ارتفاع 553 متر معروف ترین نماد تورنتوست و سالانه در حدود 2 میلیون گردشگر از این بنا دیدن میکنند. دانشگاه تورنتو به عنوان معروفترین دانشگاه کانادا همواره در فهرست دانشگاه‌های برتر جهان قرار داره و در وصف اون همین بحث که کشف سلول‌های بنیادی و انسولین نتیجه کار محققان این دانشگاه بوده. در این ویدیو سعی کردیم که خیلی سریع و به طور خلاصه شما رو با شهر تورنتو کانادا آشنا کنیم و امیدواریم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنون از توجهتون.